إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم ونور هداك معتصمي، فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان و خوبان الله رو. شاکریم به خاطر همه نعمتاش، به خاطر همه فرصتهاش، به خاطر نعمت ایمان، به خاطر نعمت اسلام، به خاطر نعمت کعبه مشرفه، مشاعر مقدسه، به خاطر نعمت این فرصت هایی که در اختیار بندگانش قرار میده تا تمرین بندگی و عبودیت داشته باشند در فرصت های مختلف به مانند رمضان و به مانند حج. در بررسی آیات مرتبط به حج در قرآن کریم، همچنان در ادامه بررسی آیات 124 به بعد از سوره مبارکه بقره، در خدمت شما عزیزان هستیم با آیه 127 از سوره مبارکه بقره و آنچه که به تجدید بنای کعبه در این آیه اشاره میشه. الله متعال در آیه 127 از سوره مبارکه بقره اشاره میکنه به تجدید بنای کعبه توسط دو پیامبر بزرگوار، پدر و پسر، ابراهیم علیه السلام و اسماعیل ذبیح الله علیه السلام، دو جد بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در سوره مبارکه بقره آیه 127 ما اینگونه میخوانیم که الله متعال میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. و بیاد آور اون لحظه ای که بلند میکرد ابراهیم علیه السلام و اسماعیل و همچنین اسماعیل، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، اون لحظه ای که ابراهیم و اسماعیل بلند میکردن پایه های خانه رو. قاعده یعنی پایه، ستون، دیوارها. قواعد من البیت، اون لحظه ای که اینها، این دو نفر پدر و پسر، اومدن و خانه کعبه رو تجدید بنا کردن. از آیات مختلف کلام الله مجید میشه این برداشت رو کرد و به این نتیجه رسید که ابراهیم علیه السلام و اسماعیل کعبه رو نخستین بار نساختن، بلکه تجدید بنا کردن. از جمله این آیات که اشاره میکنه به این موضوع، یکی آیه مبارکه سوره آل عمران هست، آیه 96 که میفرماید: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة. اولین خانه‌ای که برای انسانها، برای عبادت انسانها بنا شد، خانه‌ای بود که در شهر مکه قرار داده شد. پس اولین خونه‌ای که برای عبادت انسانها گذاشته شده. انسانها خب میدونیم که از آدم علیه السلام تا به امروز همه انسانیم.
حتی بعضی از مفسرین گفتن قبل از آدم علیه السلام این خونه گذاشته شده بود. این بخش آیه اشاره میکنه که قبل از ابراهیم علیه السلام میتونه که بوده باشه کعبه. علاوه بر این ما در سوره مبارک ابراهیم علیه السلام که به نام خود ابراهیم علیه السلام هم هست، این سوره در آیه 36 این سوره ابراهیم علیه السلام و لحظه ای که هاجر علیه السلام همسر بزرگوارشون و اسماعیلی که در تجدید بنا الان بزرگ شده و رشد کرده و نوجوانی شده، اون موقع طفل خردسالی بود، رو آورد و در منطقه کعبه که موقع کعبه ای نبود، دشت برهوت لم یزرع که چی کش نمیشد، آورد و گذاشت و دستور داده شده بود که اینجا بگذاره. و وقتی که داشت میرفت این دعا رو فرمود در آیه 36 سوره مبارکه ابراهیم. فرمود ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. بار الله، من خانواده خودم رو، زن و بچه خودم رو آوردم گذاشتم در یک سرزمینی که هیچ زراعتی اونجا نیست. وقتی زراعت نیست یعنی آب نیست. در سرزمینی گذاشتم که هیچ آبی نیست اونجا، علفی هم نیست، گیاهی هم نیست، آبادانی نیست. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. نزد خانه محرم تو، نزد بیت الله الحرام، من زن و بچه خودم رو گذاشتم کنار خانه تو. عند بیتک تعبیر آیه اینه. ابراهیم علیه السلام موقعی که اسماعیل طفل بود، شیرخوار، به هیچ اثری از کعبه نبود، اومد و گذاشت اینها رو. وقتی داشت میرفت فرمود که خدای من اینها رو در یک سرزمین لم یزرع، نزد خانه تو، عند بیتک، نزد خانه تو اینها رو گذاشتم. خب موقع که خونه ای نبود، چرا ابراهیم علیه السلام فرمود نزد خونه تو؟ چون قبلا خونه اینجا بود، در طول تاریخ خراب شده بود و رفته بود و اثری از اون نمونده بود، اما مکانش بود. اما این محل خانه بود. به همین خاطر فرمود عند بیتک المحرم. و باز در سوره مبارکه حج الله متعال میفرماید که و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت. و بیاد آورید اون لحظه‌ای که من الله با عظمت به ابراهیم علیه السلام نشون دادم مکان بیت رو، جای خونه رو. از مجموع این آیات میشه این گونه برداشت کرد که ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل بنا کننده کعبه نبودن، تجدید بنا کردن کعبه رو. و خانه کعبه تاریخش به قبل از ابراهیم علیه السلام باز میگه. در آیه که مورد بحث ماست در سوره مبارکه بقره آیه 127 الله متعال میفرمایند و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. اون لحظه ای رو بیارید که وقتی ابراهیم علیه السلام و اسماعیل پایه های کعبه رو بالا می آوردن، پایه هایی که خراب شده بود، چی می گفتن؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بار الله از ما قبول کن، همانا که تو شنونده آگاهی. خیلی جای تأمل داره این تعبیر، خیلی مهمه. ابراهیم علیه السلام با اون جلالت شأنش، اسماعیل علیه السلام که ذبیح الله است، جد بزرگ رسول صلی الله علیه و سلم، فرزند ابراهیم علیه السلام، یک نازنینه. دو نازنین، دو پیامبر الهی مشغولن برای برپایی و تجدید بنای کعبه. افراد رو نگاه کنید، کار رو نگاه کنید. دو پیامبر کعبه رو تجدید بنا میکنن به امر الله تعالی.
کار به این مهمی، افراد به این مهمی، عبادت به این بزرگی به دستور الله تعالی دارن انجام میدن، بازم میترسن که نکنه این عبادت رو الله متعال قبول نکنه به درگاهش. ربنا تقبل منا، از ما قبول کن اینو. چقدر اخلاص مهمه در عبادت ها، چقدر انسان باید در هر عبادتی مواظب نیتش و اخلاصش باشه که حتی عبادت وقت انقدر عظیمه که ساخت کعبه است، تجدید بنای کعبه است، 2 پیامبر دارن انجام میدن به دستور الله تعالی، باز هم نگرانن که نکنه این کارشون قبول نشه. اخلاص در عبادت یکی. دوم، غنیمت شمردن فرصت برای دعا. وقتی یک کار بزرگ آدم انجام میده، یک عبادت انجام میده، فرصت رو غنیمت بشماره دعا کنه. اول دعا بکنه برای قبولیش اصلا. اخلاص که این عبادت اونگونه‌ای که الله تعالی دوست داره قبول بشه اصلا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو شنوایی، تو آگاهی، هم دعای ما رو میشنوی، هم از دل ما خبر داری که ما به خاطر چی داریم این کارو میکنیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما رو 2 انسان تابع دستورت قرار بده. لذت عبادت انسان رو وادار میکنه به این که درخواست کنه این عبادت ادامه داشته باشه. این عبادت انقدر شیرینه برای 2 پیامبر بزرگوار الهی که هم دوست دارن قبول بشه و اصرار دارن و شوق دارن که الله متعال قبول کنه، هم دوست دارن تکرار بشه این فرصت ها، فرصت عبادت، فرصت طاعت، فرصت چشیدن لذت عبادت. به همین خاطر دوباره امتداد میدن دعاشون، ادامه میدن، میفرمان ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما رو همیشه تسلیم شده خودت قرار بده که همیشه تو ما امر کنیم، ما تسلیم باشیم، گوش کنیم، انجام بدیم. و من ذریتنا، نه تنها خودمون، از نسل ما هم یک امتی رو بیار، امتا مسلمتا لک، که همه اونها تسلیم شده تو باشن. و ارنا مناسکنا، به ما یاد بده، نشون بده به ما، راه رو به ما نشون بده که ما چطور عبادت تو بکنیم. و تب علینا، و اگه کوتاهی هم انجام گرفت در مسیر عبادت، اون گونه‌ای که حق عبادت بود نتونستیم، و تب علینا، توبه ما رو قبول کن. انک انت التواب الرحیم، همانا تو خیلی بخشنده ای، خیلی توبه پذیری، خیلی مهربانی. باز ادامه میدن دعا. اول مسیر زندگی خودشون اینگونه ادامه پیدا کنه، میرن جلوتر. بعد از ما امتی بیاد که این مسیر رو ادامه بده، مسلم باشه و به ما هم یاد بده که چطور عبادت کنیم، چون میدونن بعدی هم از اونا یاد میگیرن. باز هم امت آینده نیاز به یک رهبر داره، نیاز به یک راهنما و مقتدا داره. باز فکر اونجاش هم کردن و دعا میکنن. همین لحظه کنان ابراهیم علیه السلام و فرزند نازنینش اسماعیل، تصور کنید صحنه رو که این کار رو داره انجام میده. و اذ یرفع، و حتی در ابتدای آیه 127 تعبیری که به کار رفت تعبیر ماضی استفاده نشد، مضارع استفاده شد. وقتی بلند میکند، نفرمود الله تعالی موقعی که بلند کرد، انگار که این کار داره ادامه پیدا میکنه، استمرار داره. انگار که از ما میخواد الله تعالی هر وقت میریم کنار کعبه، هر وقت به کعبه نگاه میکنیم، یاد این صحنه بیافتیم که ابراهیم علیه السلام داره سنگ ها رو به کمک فرزند نازنینش اسماعیل بالا میبره و دعا میکنه و میخواد از الله تعالی که این اتفاقا بیفته. و یقینا این دعاها قبول شده، یقینا این دعاها قبول شده.
از این دعاها چی بوده؟ ربنا وابعث فیهم، در این امتی که میاد برانگیز از بین اینها رسولا منهم، یک پیامبری از خودشون. چیکار کنه؟ یتلو علیهم آیاتک، قرآن بخونه براشون، آیات تو رو برای اونها تلاوت کنه. وظیفه رسول صلی الله علیه و سلم را الله متعال از زبان ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام در دعاشون برای ما بیان میکنه که برای اونها قرآن رو تلاوت کنه. و این وظیفه هر دعوتگریه، به هر کسی که در مسیر ابراهیم علیه السلام دعوت میکنه. و این منهج دعوت ابراهیم علیه السلام و منهج دعوت رسول صلی الله علیه و سلم. ابراهیم علیه السلام دوست داره که پیامبری که میاد منهج دعوتش اینطور باشه، از نسل خودش هم باشه، این گونه هم پیش بره. و الله تعالی گویی دوست داره، چرا که انبیای الهی وقتی که دعای میکنن قبول میشه، که این دعا قبول شد و رسول صلی الله علیه و سلم میفرمود من ثمره دعای پدرم ابراهیم بودم که این دعا رو فرمود. این منهجه، این منهج دعویه. هر دعوتگر یک جایی میخواد دعوت رو شروع بکنه، این اولویت‌ها رو باید مد نظر داشته باشه. یتلو علیهم آیاتک، اولین قدم تعلیم قرآنه. تلاوت کنه آیات قرآن رو. آیات قرآن باید تلاوت بشه. همون گونه که ما الان در این برنامه به مناسبت حج آیات حج رو با شما عزیزان بررسی میکنیم. آیات رو تلاوت میکنیم که این آیات چی میگه، چی داره. آیات باید گفته بشه، تلاوت بشه، خونده بشه. اول یک روحانی آیات هست، خواندن قرآن هست، خیلی مهمه. این مهم. اولین کاری که ما باید بکنیم آموزش روحانی قرآنه، تعلیم قرآنه، خواندن قرآنه. و بعد از اون یتلو علیهم آیاتک، تلاوت کنه قرآن براشون. و یعلمهم الکتاب، خیلی ها تلاوت میکنن ولی نمیفهمن چی میخونن. وظیفه دوم اینه اول تلاوت بشه، بعد کتاب به اونها تعلیم داده بشه، شرح داده بشه، توضیح داده بشه، بهشون گفته بشه که یعنی چی، بفهمن کتاب. یتلو علیهم آیاتک، آیات تو رو برای اونا بخونه. و کتاب تو رو ای پروردگارم من، ای خدای من، کتاب تو رو به اونها تعلیم بده. والحکمت، و همچنین حکمت رو هم تعلیم بده به اونها که سنت خود رسول صلی الله علیه و سلم هست. به اونها یاد بده که چطور زندگی بکنن، چطور پیش ببرن حیاتشون. و یزکیهم، با اونها رو تزکیه بکنن، خالص کنه، پاک کنه قلبهاشون رو، وجودشون رو، درونشون رو. تلاوت قرآن، تعلیم قرآن، تعلیم سنت و تزکیه نفوس پیروان وظیفه رسول صلی الله علیه و سلم و تمام دعوتگرانیه که تا روز قیامت میان. آیا این دعا قبول شد یا نشد؟ یقینا قبول شد. این دعا قبول شد، هر 4 بخشش قبول شد. وقتی که ابراهیم علیه السلام دعا کرد که امتی بیاد، مسلمان آمد. در همون شهری که داشتن می ساختن کعبه رو، در مکه مکرمه اومد رسول الله صلی الله علیه و سلم. از بین اونها رسول صلی الله علیه و سلم انتخاب شد از نسل ابراهیم و بلکه حتی اسماعیلی که همراه ابراهیم علیه السلام هست. و این دعایی که فرموده بود قرآن رو تلاوت بکنه، حضرت علیه السلام قرآن رو تلاوت فرمود، تعلیم داد، سنتش رو بیارانش تعلیم داد و فراموش نکنیم که تزکیه کرد یارانش رو. این خیلی مهم. اینطور نبود که رسول صلی الله علیه و سلم فقط یک بخشی از این رسالت رو انجام داده باشه که قرآن رو بر اونها خونده باشه، تعلیم داده باشه، سنت رو اونها گفته باشه، اما به تزکیه اونها هیچ اهمیتی نداده باشه، قلب‌های اونها رو پاک نکرده باشه، اونها رو تربیت نکرده باشه که بعدش همه مرتد شده باشه. نه، ابراهیم علیه السلام اون موقعی که کعبه رو میساخت دعا کرد برای یاران رسول صلی الله علیه و سلم.
برای رسول صلی الله علیه و سلم، برای شاگردان مکتب اسلام، که این پیامبری که میاد هم قرآن رو بخونه، هم تعلیم بده، هم سنتش رو تعلیم بده و هم چیزی که خیلی مهمه یارانش رو که قرآن خوندن یاد گرفتن، تعلیم یافتن و یک سنت رو یاد گرفتن تزکیه بشن. و این 4 وظیفه رو به بهترین وجه ممکن رسول صلی الله علیه و سلم به برکت دعای ابراهیم علیه السلام انجام داد. چون دعا قبول شد. دعا که قبول شد، پیامبری آمد که همه این کارها رو کرد. معنای قبولیت دعا همینه که این اتفاقات افتاد. پیامبر تلاوت کرد، قرآن رو تعلیم داد، سنت رو تعلیم داد و تزکیه کرد یارانش رو. اونها رو پاک کرد، قلبهاشون رو، وجودشون رو. همین بود که ما می‌بینیم بعد از رسول صلی الله علیه و سلم اسلام رو به اقصا نقاط عالم نشر کردن. ابراهیم علیه السلام این دعا رو کرد و فرمود انک انت العزیز الحکیم، همانا بار الله تو بسیار با عزت و با حکمتی. در پایان الله متعال میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه، چه کسیه که از این آیین، از این باور، از این راه، از این روش پیروی نکنه، از اون منهجی که ابراهیم داره، از اون دعاهایی که ابراهیم کرده، از اون خواسته هایی که ابراهیم علیه السلام داشت، از اون دستاوردی که دعای ابراهیم علیه السلام داشته که رسول صلی الله علیه و سلم هست و یارانش. کدوم انسانی که سر باز بزنه از این مسیر یاران رسول صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم که امتداد راه رسول الله صلی الله علیه و سلم ابراهیم خلیل الله است، رسول بزرگ الله تعالی. با من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه، کیه که سر باز بزنه از پیروی از ابراهیم مگر اون کسی که خیلی سبک کرده نفس خودش رو. ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. الله تعالی میفرماید من اون رو در دنیا برگزیدم و در آخرت از جمله صالحین است. چرا که بهش گفتم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. وقتی که بو گفته شد که تسلیم شو برای الله تعالی، فرمود همه تن تسلیم شدم برای الله متعال و بنده واقعی الله متعال باید این گونه باشه. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. در برنامه‌های بعد انشاءالله آیات دیگری که مرتبط هست به حج در کلام الله مجید انشاءالله اشاره خواهیم نمود. الله یار و نگهدارش. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أنبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم